أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده. برادران و خواهران نهایت گرامی، خوش آمدید به سمستر دوم انستیتوتی آموزش اساساتی علوم اسلامی از راه دور. قبل از اینکه تفسیر سوره الهمزه را عرض کنیم، با مراجع و مصادری که در تفسیر مقرر استفاده برده میشه به او اشاره میکنیم تا اینکه بعضی از برادرها و خواهرایی که میخوان توسع داشته باشن، معلوماتی بیشتر بگیرن، به این مراجع رجوع کنن، بیشتر استفاده کنن، چون اینجا ضیق وقت است، نمیشه که تمام آنچه که در تفسیر یک سوره یا آیت گفته شده او با شما نقل شود. از جمله مراجع مهم تفسیر ابن جریر طبری و تفسیر البغوی و تفسیر ابن کثیر رحمهم الله، اینا در رأس قرار دارن و گاهی هم تفسیر قرطبی و در ردیفی از اینها تفسیر سعدی تیسیر الکریم الرحمن و تفسیر المیسر. هر دو تفسیر مختصر هستند و تفسیر میسر مختصرتر، بسیار زیاد مختصر اما خیلی مفید، چون بیشتر ترکیز بالای معانی راجح داره. یعنی آنچه که در یک آیت مثلا چند قولی گفته شده، چند تفسیری، اینا کوشش کردن که اما معنای راجح را ذکر کنن. و در ترجمه لفظی بیشتر بالای ترجمه شاه ولی الله محدث دهلوی اعتماد میشه، امرا از یکی از ترجمه دیگری نیز استفاده برده میشه. کسایی که حریص هستن به همین مصادر رجوع کنن، استفاده بیشتر کنن. اما کسایی که به زبان عربی بلد نیستن، آشنایی ندارن، درست استفاده کردن نمیتونن، اونها باز به تفسیری اظهر البیان الشیخ محمد اکرام الدین بدخشی رحمه الله با او رجوع کنن. تفسیر بسیار سلیس و بسیار زیبا، میتوانن که از او تفسیر استفاده کنن. سوره الهمزه از سوره های مکی می باشن. در سبب نزول سوره گفته شده که امیه ابن خلف یا اینکه الولید ابن مغیره از دشمن‌های بسیار سرسخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن. اینها رسول الله صلی الله علیه وسلم را زیاد غیبت می‌کردند، طعنه می‌زدند، عیب می‌گرفتند. این سوره در مذمتی از اینها نازل شده. البته سوره وقتی که بالا یک شخصی در مذمتی از او یا اینکه حتی در مدحی از او اگر نازل میشه یا یک واقعی خاصی اگر بری از او نازل میشه، این به این معنا نیست که همون شخص را در بر بگیره یا اینکه همون حادثه را در بر بگیره دیگر اشخاص در بر نگیرد، بلکه اعتبار عموم لفظ را داده میشه، نه خصوصی سبب. یعنی سبب خاصی که در او آیت نازل شده، سوره نازل شده، او را اعتبار داده نمیشه، بلکه لفظ عامی که همه را شامل میشه او را اعتبار داده میشه. و خاطر هر کسی که به گناه آغشته باشد، اما صفت ذم در او یافته شود، سوره او را شامل میشه، آیت او را شامل میشه، او را مخاطب قرار میدهد. و همچنان اگر اوصاف خیری در انسان دیده میشه و با صفتهای خوبی آراسته است، آیت قرآن او را هم خطاب
میکنه و او را بشارت میدهد و او را شامل میشه. سوره الهمزه افتتاح شده به کلمه ویل. کلمه ویل گذشت، گفتیم به معنای هلاکت یا اینکه از کنده های دوزخ یا اسم برای دوزخ می باشه. ویل هلاکت باد یا رسوایی باد، تباهی باد، لکل همزت بری هر غیبت کننده، بر هر غیبت کننده هلاکت باد، لمزت طعنه زننده به ای همچنان هلاکت باد، رسوایی باد یا اینکه دوزخ جای ازی باد. نوعی دعا است به سری انسانی که به میگناه مبتلا است. البته اگر کافر بوده باشه، قسمی که امیه ابن خلف و ولید بن مغیره اینا کافر بودن، از دنیا کافر رفتن، اینها همراه کفرشان اصلا سببی دخول آتش جهنم است. اینها همراه از اینها گناههای بیشتری است، یعنی به اینها بیشتر عذاب داده می شوند. اما اگر مسلمان باشه باز ای برش وعیدی سخت است، بیم است، ترس است که این غیبت و طعنه زدن گناه کبیره است که انسان به آتش جهنم میکشاند. ویل هلاکت باد لکل همزتین بری هر انسان غیبت کننده، لمزتین طعنه زننده. طعنه به شخص طعنه میزنه، مالی از او، زندگی از او، خاندانی از او، فرزندی از او، قوم و قبیله و قصبه از او، همه از اینها را طعنه میزنه. آیت کلمه او را شامل میشه. الذي جمع مالا وعدد. صفت یمی همزه و لمزه چی است؟ امی صاحب همز و لمز، طعنه زننده و غیبت کننده، شخصی است که جمع مالا، جمع کرده مال را. جمع در جمع مال بسیار زیاد حریص است، کوشش میکنه از هر طریقی که باشه مال جمع کنه. وعدده و امی مال بسیار زیاد شمار میکنه، وعدده زیاد شمارش میکنه. از یک طرف مال جمعوری میکنه و از طرف دیگری زیاد بخیل است، کوشش میکنه که مال مصرف نشوه و هر لحظه ای را شمار میکنه که چیزی از مال کم نشده باشه. نفسی جمعوری مال مذموم نیست، یا اینکه شخصی در تلاش مال باشه یا تجارت مال، ای بنفسهی در خود کدام اشکالی نداره، بلکه مذمت در جمع مالی که انسان بالای از او حریص باشه و همچنان بالای از اون مال بخیل بوده باشه که این مال نمیخواه در راه الله تعالی مصرف شود و کسی دیگری از این مال استفاده کنه. این صفتی ذم است، چه مسلمان باشه یا کافر، هر کسی که باشه صفتی بسیار قبیح است در او و به این انسان تهدید شده به عذاب. یحسب ان ماله اخلده. گمان میکند، گمان میبرد امی شخصی که مال جمع کرده و ایره بار بار شمار میکنه، ان ماله، یقینا امی مالی ازی، کدام مال؟ مالی که جمع کرده و حساب میکنه. اخلده، ایره زندگی همیشگی میدهد، یعنی فکر میکنه سعادت از طریق مال حاصل میشه. مال است که انسان صحت میدهد، عافیت میدهد، زندگی خوب میدهد. درست مال وسایل خوبی است، وسیله بهترین وسیله است، اما مال سعادت بر انسان نمیبخشه، نیکبختی نمیبخشه و همچنان عمر انسان دراز نمیسازد. عمرها نزد الله تعالی نوشته است، وقت معین است. وقتی که امو اجل رسید دیگه نه مال به درد انسان میخوره، مانی اجل میشه و نه قوت و قبیله و قوم و زندگی، هیچ یک از اینها مانی مرگ شده نمیتونه. کلا، هرگیز نه، این گونه نمی باشه. کلا حرفی است که اما گمانی را که شخص میکنه یا این که به چیزی گمان برده میشه، اما گمان به او نفی میکنه، میگه این چیز حقیقت نداره. کلا، حقیقت این گونه نیست که این شخص گمان کرده که مال زندگی همیشگی میدهد، بلکه حقیقت چی میباشه؟ لینبذن فی الحطمه.
انداخته می شود، یقینا انداخته می شود، لام برای تأکید، نون برای تأکید، یقینا انداخته می شود فی الحطمه، در آتش جهنم. کسی که مال جمع میکنه و بار بار شمار میکنه، میترسه که از این مال چیزی کم نشه و انفاق هم نداره و باز به این گمان است که این مال زندگی همیشگی میدهد یا سعادت به انسان میدهد، این شخص در آتش جهنم انداخته میشود. حطمه نامی از آتش جهنم است. حطمه به خاطر ازی گفته میشه که از حطم، یعنی حطم گفته میشه شکستن یک چیز، ریزه کردن یک چیز. در وصف حبوبات آمده وقتی که سرسبز میشن و بعد از او زرد میشن، یعنی پخته میشن و باز درو کرده میشن، باز ثم یکون حطاما، بعد از او ریزه میشه زیری سنبه های حیوانات یا اینکه ماشینالات که فعلا ترشل میکنن، یا اینکه حیوانات بر سری از او دانه میره و به اثری پایمال شدن و به اثری زیاد بالای از او رفتن همه ریزه میشه، قطع میشه. آتش جهنم هم الله تعالی همه ما و شما را از شری از این نجات بده. هر کسی که داخل آتش شد ایرم میده میکنه، ریزش میکنه، قطعش میکنه. اینقدر آتش سخت است، آتش گرم است. حتمی انداخته می شود در آتش جهنم، آتشی که زیاد کوبنده است، شکننده است. و ما ادراک ما الحطمه، و ما ادراک ما الحطمه، یعنی چی چیز تو را آگاه ساخت حطمه چی است؟ یعنی چی دانستی که حطمه چی است؟ این سوال استفهام بری عظمت و بزرگی امو آتش است، آتشی بسیار پرهیبت و خطرناک. در جواب میفرماید که نار الله الموقده، امی آتشی که ریزه میکنه ای آتش الله تعالی است، ای آتش الله تعالی خلق کرده، الموقده در داده شده، افروخته شده. نار الله اشاره به این میکنه که آتشی بسیار با عظمت است، بسیار بزرگ است، آتشی را که الله بر افروخته، آتشی را که الله او را خلق کرده و میخواهد مخلوقها یا انسانهای متکبر و جابر و او عذاب بدهد. آتش بسیار پرهیبت است. الموقده اشاره به این میکنه که آتش فعلا آماده شده، رد است بالای کسانی که گمان دارن آتش جهنم تا به الحال خلق نشده و همچنان بهشت، مثل معتزله و قدریه، اینا گمان دارن که در روز قیامت آتش آفریده میشه یا بهشت همچنان آفریده میشه، بلکه آتش فعلا آماده شده. آیت قرآن میگه اعدت للکافرین، آیت های بسیار به شماری است که دلالت به این داره که آتش فعلا آماده است، آماده شده، خلق شده آتش و همچنان بهشت. التي تطلع على الافئده، التي ازی به بعد صفتی امو آتش بیان میکنه. التي آتشی که تطلع میرسد على الافئده به دلها، افئده جمعی فؤاد، دل گفته میشه. یعنی اینقدر آتشی سوزان است که گوشت و استخوان و رگ و همه از اینها را از بین برده به دل انسان، به قلب انسان سرایت میکنه، او را میسوزاند. یا این که در مرحله اول هجوم میکنه بالای قلب، چون قلب محل نیت ها میباشه، نیت های فاسد، بخصوصا اشخاصی که نیت های فاسد دارن، عبادت غیر الله داشتن، تعظیم غیر الله داشتن. آتش جهنم اما محلی تعظیمی از اینها را، محلی که احترام داشتن غیر الله را، بالای از او هجوم میکنه، او را عذاب میدهد، میسوزاند. انها علیهم مؤصده، صفت دیگری آتش چی است؟ یقینا همی آتش، ها ضمیرها اشاره به طرفی امی حطمه، علیهم بالای همی کسایی که داخلی آتش است. مؤصدتون بند کرده شده است، بسته شده است. آتش جهنم همراه از اینکه بسیار سوزان است، نسبت به آتش دنیا 70 مرتبه حرارتش بالاتر است، همراه از این حرارت زیاد با سری از این هم بسته شده. الله تعالی همین ما را نجات بده از آتش. آتش چقدر گرم، همراه گرمی هیچ منفذی نداره، هیچ دروازه‌ای
ایلا نداره، هیچ کلکینی ایلا نداره. چقدر خطرناک است، جایی وحشت است. همراه از این آتش از گرمی زیاد صدا هم میکنه. این آتش بسته شده است فی عمد، در ستونها. عمد جمع عماد، ستونها را گفته میشه. در ستونهای ممدده، بسیار دراز کشیده. یعنی کنایه عزیز که آتش در ستونهای بسیار قوی و محکم و نیرومندی بسته شده که امکانی از این نیست که کسی آتش باز کنه و قوتی بیاید با قوتش آتش سری از زیر باز کنه، درهای از زیر باز کنه، بلکه نهایت محکم است و نهایت قوی است و اگر کسی را رحمت الله تعالی بالایش نباشه از این آتش بیرون شده نمیتونه، خلاصی ندارد. بعضی فوایدی که از این سوره گرفته میشه، اول مذمتی غیبت و طعنه زدن. غیبت گناه کبیر است و همچنان طعنه زدن گناه کبیر است. مسلمان از این خودداری کنه که یعنی کسی که اگر در مذمت غیبت و همچنان طعنه زدن همین سوره را اگر بخوانه و بفهمه و بر سری از این فکر کنه، می برش کفایت میکنه. یعنی غیبت و طعنه زدن، طعنه به نسبی کسی، به قوم کسی، به زبان کسی، به جای کسی، به خانه و فرزند کسی، امی وعیدی که در این سوره ذکر شده، امی را انسان اگر بخوانه فکر کنه بالای ازی، همی کفایت میکنه که انسان از این گناه خودداری کنه. و همچنان در سوره بیان مذمتی مالی که انسان بالای از اون مال زیاد حریص است و انفاق در راه الله تعالی نداره و فکر میکنه که این مال سبب سعادتی است. مذمتی چنین مال و مذمت همچنان برای شخصی که چنین اندیشه داره، فکر داره. مال سببی سعادت انسان میگرده در صورتی که مال انسان از راه حلال کسب کنه و در راه الله تعالی مصرف کنه، خودش استفاده کنه و خودش بپوشد، بخورد و همچنان در راه الله تعالی انفاق کنه و فامیلش، فرزندانش از او استفاده کنه. ایره گفته میشه بهترین مال برای انسان. اما مالی که او بخالت داشته باشه، مالی که بالای از او زیاد حریص است، همیشه جمع‌آوری میکنه، میشمارد و هیچ انفاق در راه الله تعالی نداره، بدترین مال است. و همچنان سوره اشاره میکنه به عظمت و بزرگی آتش جهنم. آتش جهنم بسیار زیاد بزرگ است، خطرناک است، پر هیبت است. آتشی که در مقابل آتش جهنم 70 مرتبه حرارتش بالاتر است. همراه از این آتش بسته است، سری از این بسته است، هیچ منفذی نداره، هوای دی داخل نمیشه، هیچ راحتی دی آتش نیست. این انسان بزرگ باید بپندارد و از الله تعالی پناه بخواهد از شر از این آتش. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه از آتش جهنم پناه میخواستند. آنها بنده محبوبی الله بودند با اعمال خوب و بهتر و همچنان مرتبه بلندی که نبوت داشتند. همراه از این همیشه از آتش جهنم پناه میخواستند. ما خوب باید همیشه هر لحظه از آتش جهنم پناه بخواهیم. همچنان این سوره اشاره میکنه به یکی خصوصا کلمه نار الله الموقده، یعنی الله تعالی خالق شر و خیر است، یعنی خیر و شر هر در الله تعالی آفریده. آتش جهنم یک شر نسبی داره، یعنی جای بد است، جایی که انسان هم می سوزانه، جایی که اونجا کافرها وارد میشه و همچنان انسانهای گناهگار. اگر مسلمان ها داخل شوند، انسان بسیار زیاد گناهگار. پس الله تعالی خالق خیر و شر است و در خلق الله تعالی شر محض نیست. آتش جهنم همچنان دیگر مخلوقات دیگری او
شر محض نیست که الله تعالی شر محض یعنی بجز محض از او چیزی دیگری استفاده کرده، شر بجز شر از او چیزی دیگری استفاده کرده نشود. آتش جهنم جای خطرناک است، جای سوزنده است. البته برای کی؟ برای انسانهای متکبر، برای انسانهای جابر، برای انسانهای کافر، مشرک، برای انسانهایی که حقوق پروردگار را تعدی کردن. برای تو انسانها جای خطرناک می باشه. اما کسایی که اعمال صالحه دارن و حق الله تعالی را به جا آوردن، باز الله تعالی به لطف و کرمش اینها را از اینجا نجات می دهد. الله تعالی ما را هم به لطف و کرم و مهربانیش از آتش جهنم نجات بدهد. صلی الله و سلم علی نبینا محمد.